چیه؟ هایپرپیگمنتاسیون یا تجمع رنگدانه‌ها زیر پوستت زیاده، مخصوصاً دور چشم، ابرو و دهانت. وضعیت سلامت پوستت نسبت به همسن و سالات با نوع پوست مشابه 70% وخیم‌تره. دلیلش چیه؟ نور خورشید و آلودگی هوا. به نظرم با توجه به ملیتت بیشترش اثر مخرب آفتابه و مربوط به زمانیه که خیلی کوچیک بودی. در اون دوره سنی، یعنی از 1 سالگی تا 10 سالگی، پوست خیلی حساسه. محافظت از پوست یعنی استفاده از کلاه، عینک و رفتن زیر سایه. بلایه نسبتاً ضخیمی از کرم ضد آفتاب با SPF بالا و همینطور خداحافظی کردن با دستگاه سولاریوم و خط کشیدن دور آفتاب سوختگی و برنزه کردن.